ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت خبر داد که تیمیروف نام صاحبکار خوکپرور را در جماعت یاور نویه باباجان غفوروف با جرم با پوروی خوک افلاس کردن آب سیر دریا و زمین ها به مبلغ 11263 سومانی و 94 درم جریمه بسته به زیدش پرونده جنایتی هم کشودند. بنا به اطلاع این نهاد هنگام گذراندن عملیات نظارت مشترک با دادستانی نویه باباجان غفوروف از طرف ناظران شعبه نظارت دولتی استفاده و حفظ ذخیره های آب سر ریاست حالت افلاشوی منبع های آب و زمین با پوروی خوک و فعالیت فرمری خوکپروری واقع در جماعت دیهات یاوه نویه باباجان غفوروف دهه باغ بالا آشکار گردید. مواد حقوق ویرانکنی ماموری، معلوماتنامه ستانسیای تجربوی خوششناسی و ملیوراتیوی سوخت، اینچنین سند از نظرگذرانی و حساب ضرر به طبیعت رسانیده شده از طرف صاحبکار انفرادی تیمیروف برای چاره‌جویی و قبول قرار قانونی به دادستانی نویه باباجان غفوروف پیشنهاد کرده شد. در نتیجه نسبت به صاحبکار پرونده جنایتی بر اساس ماده های 226 228 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده. در برابر این طبق ماده های 77 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ محیط زیست، ماده 14 27 46 کودکس آب جمهوری تاجیکستان برای خودسرانه استفاده بردن آبهای روی زمینی به اجازت استفاده بری مخصوص آب و افلاس نمودن زمین با پارو نسبت به گناهکار 11263 سومانی مبلغ ضرر پیشنهاد و آن به پارگی به منفعت دولت ستانیده شد. بر علاوه این جریمه به صاحبکار تیمیروف در چارچوب پرونده جنایتی نسبتش باز شده بر اساس ماده 226 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای افلاس کردن آب همچنین جزا کارهای اصلاحی به مهلت تا 2 سال یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال و بر اساس ماده 228 برای خراب کردن زمین جریمه به اندازه از 500 تا 800 نشان دهنده برای حسابها یا محدود کردن آزادی به مهلت تا 2 سال تهدید میکند. این نخستین مورد مجازات صاحبکاران خوکپرور از نویه باباجان غفوروف برای افلاس کردن آب با پرتوهای فرمه های خوکپروریشان نیست. سال 2022 دو صاحبکار خوکپرور دوران مصطفایف و نسیم دوسماتوف به مبلغ 15,000 سومانی جریمه بسته شدند. اکثریت کل اهالی تاجیکستان را مسلمانان تشکیل میدهند. استعمال گوشت روغن و دیگر محصولات خوک در اسلام حرام حکم شده است و به این دلیل این محصولات در بین ساکنان مسلمان جمهوری خریدار زیادی ندارد. صاحبکارانی که فرمه های خوکپروری دارند میگویند خریداران اساسی آنها روزبانها و در سالهای آخر شماره افزاینده قطعی هایند که در تاجیکستان کار و زندگی میکنند.